بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. با برنامه رکن پنجم در خدمت شما عزیزان هستیم که در این قسمت در موضوع خاصی که در مورد سفر به حج است و به عنوان گام به گام با حجاج در خدمت شما عزیزان هستیم. بوی دیدار می آید، بوی خوش آشنایی، بوی رسیدن عابد به معبود، بوی کعبه می آید، بوی صفا، بوی مروه و صدای عشق می آید، صدای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، صدایی که وقتی که انسان واقعا خود را در مقابل کعبه، آن چیزی که همیشه در قلبمان هست، همیشه آرزوی دیدارش را داریم، میبینیم در جلو چشمان خودمان، واقعا معنای واقعی خود را دریافت میکند و حقیقت این خیال یا تخیلی که ما احساس میکردیم به واقعیت میپیوندد. در این قسمت در خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب استاد فضل حق سلیمانی هستیم که خدمت ایشان نیز از طرف خودم و شما عرض سلام و خسته نباشید دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما استاد عباسی عزیز و همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم در این لحظاتی که الله متعال توفیق داده تا در خدمت شما عزیزان باشیم بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و فضا رو اونجوری که باید بتونیم ان شاء الله بینندگان رو به همراه شما استاد عباسی عزیز یک سفری ببریم به مکه مکرمه و مدینه منوره ان شاء الله. جزاکم الله خیر. جناب استاد، همونطور که میدونید عنوان برنامه و موضوع برنامه که میخوایم امروز دربارش صحبت بکنیم در مورد رفتن به حج و یک حالت واقعی از این سفر معنوی در بین خودمون به وجود میاریم، یعنی که گام به گام با حجاج در سفر حج. خب برای شروع بفرمایید که قبل از اینکه یک حاجی میخواد به این سرزمین وحی به حج بره، در خود شهرش در خانواده چه کارهایی انجام میده برای آمادگی گرفتن برای حج؟ بخصوص که الان هم یک نوبتی هم وجود داره دیگه، قبل از اینکه انسان به حج حتی بره، خود اینکه کی نوبت هم در میاد، کی اسمم در میاد نیز یک دغدغه دیگه داره. بالاخره بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. موضوعی که اشاره فرمودید و انتخاب کردید برای این برنامه برای خیلی از بسیاری از بینندگان عزیز ما شاید این موضوع خیلی دوست داشتنی و جالب باشه، علاوه خصوص عزیزانی که تا به حال مشرف نشدن به سفر حرمین شریفین و باز به صورت خصوصی به سفر حج. ما هم سعی میکنیم در این فرصتی که داریم به همراه شما و بینندگان عزیز گام به گام همراه بشیم با حاجیان و حجاج تا یک تصوری، یک سفری ولو مجازی، یک سفری روحی و عاطفی، اگر با جسممون نتونستیم که با حجاج همراه بشیم، با قلب و روح و روانمون با اونها همراه بشیم، مروری بکنیم ببینیم که در حرمین چه میگذره. زیاد صحبت کردیم در باب احکامش، در باب حکمت‌هاش، در باب درس‌هاش، اما خاطرات این سفر، اون دیده هایی که انسان داره شاید کمتر بهش پرداختیم. همونجوری که قبلا به حج رفتین یا نه؟ اول سوالت. من الحمدلله من خاطرات دیگه بله الحمدلله که من الله متعال مشرف کرد بنده رو و این افتخار نصیبم شد که 4 سال پیش من اولین سفر حجم رو داشته باشم و با جمعی از دوستانم بودیم. اتفاقا حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان با ما بودن، از دوستان کانال 3-4 نفری از بچه‌های کانال هم با ما بودن و الحمدلله یک سفر بسیار زیبا و خاطره‌ای بود برام، اولین سفر حج. و شما هم که بودید دیگه حتما خودتونم در سفر حج. نه شما نبودم ولی قبلا سفر حج داشتم. منظورم اینه که چون در سفر حج بودید انشالله بتونیم که هر دو نفر خاطراتی رو که داشتیم در اختیار بینندگان هم بگذاریم تا یک فضای صمیمیت‌تر و یک فضای واقعی‌تر رو به تصویر بکشیم. درباره آنچه که شما فرمودید، ما یک بخشی که از این سفر برمیگرده به موضوع بحث بینندگانی که به هر حال مشرف نشدن ولی این بخش اولی که شما اشاره کردید رو تجربه کردن، یعنی
اون موقعی که حاجی نیت میکنه برای رفتن به حج. الان خصوص وقتی که قرعه کشی هست، خود همون حس و حالی که انسان میره ثبت نام میکنه برای حج، با چه حس و حالی، جمع کردن اون پول و مدارک لازم، و وقتی که میره ثبت نام میکنه، از همونجا دیگه این احساس، این سفر از اونجا شروع میشه. نه تنها برای حاجی، حتی اطرافیان حاجی. هر سال وقتی که قرعه کشی ها قرار اعلام بشه، دل تو دل اون کسی که ثبت نام کرده و خانواده‌ای که شاید نرن اصلا به حج، اما بالاخره نماینده‌شون رو میخوان بفرستن، دل تو دل اینها نیست. و چقدر احساس زیبا و قشنگی اون لحظه‌ای که قرعه به نام انسان در میاد و میگن که آقا شما امسال سفر حج انشاءالله مشرف خواهید شد به حرمین شریف. و الان خصوص برای عزیزانی که سفر اولشونه به حرمین، یعنی قبلش فرصت عمره هم نداشتن حتی، یعنی اولین باری که میخوان بیان به حرمین شریف، این فرصت، این احساس خیلی زیبایی است. وقتی که کم کم نزدیک میشه به لحظه سفر، کم کم دیگه خود به خود اون حال و هوا میاد سراغش، احساس میکنه که من باید از الان شروع کنم یه آدم دیگه بشم، احساس میکنه من باید روح خودم رو هم آماده کنم. همونطوری که ساکشو میبنده و کم کم میره اون چیزهایی که به هر حال نیاز داره میره، کلاس‌های آموزشی گذاشته میشه، در این کلاس‌ها شرکت میکنن. کم کم وقتی که نزدیک میشه به ماه رمضان که تموم میشه، ماه شوال دیگه، وقتی که به آخرا میرسه، وقتی که ذوالقعده شروع میشه، دیگه یک حس دنیای جدیدی شروع میشه برای حاجی، چون که این ماه حرام ذوالقعده که شروع شد نشان از آمدن ایام حج داره. وقتی که حاجی آمادگی میگیره، هر ولیت میطلبه از این از اون، پیش این میره. اینا رو ما دیدیم، اینا رو بینندگان ما، خیلی از بینندگان ما حتما اگر مشرف هم نشدن دیدن. این حاجی وقتی که میره، میاد یک روزی شاید بارها اصلا کنه از کنار آدم رد میشد، سلام هم نمیکرد، ناراحت بود، اعصابش هم ریخته بود، قاطی بود، قهر بود، میاد هر ولیت میطلبه، میاد آشتی میکنه، میاد و میگه من دارم میرم مکه، حالا حلال کن ما رو، هر چی بود. یک فضای خیلی زیباییه، یک فضای احساس خوشحالی میکنن هم کسی همه اطرافیان حاجی، نه تنها خود حاجی، همه اطرافیان حاجی. حالا ما تو این بحث سعی میکنیم که زیاد سخن نگیم، چون اونجایی که ندیدن عزیزان بیشتر مد نظر ماست تا اینه که دیدن همه احساس کردن. اصل قصه ما و شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که احرام پوشیده، حالا نزدیک به حج که میشه، خاله خصوص در فرودگاه، خیلی ها از همون فرودگاه کشور خودشون احرام پوشیده حرکت میکنن، چون وقتی که از میقات، اون محدوده خاصی میقاتی که رد میشن با هواپیما داخل میشن به میقات، دیگه بالاخره باید قبلش احرام داشته باشن. این احرام پوشیده میشه. پوشیدن همون لباس کفن در فرودگاه ها احساس از وقتی شروع میشه که انسان اون لباسی رو که خریده بود و منتظر بود الان میپوشه. من و شما اگر از اون لحظه‌ای که شروع بکنیم، من خودمون رو ما شما بذاریم جای حاجی، اون لحظه‌ای که میپوشیم این احرام رو در فرودگاه حرکت میکنیم و با خانواده خداحافظی میکنیم و وداع میکنیم، بر آن دیگه حالا یا تنها یا با جمعی از دوستان و خانواده یا با مجموعه کمراه هستیم، دیگه لحظه شماری میکنیم، منتظریم که این هواپیما حرکت بکنه. از همین الان ذکرها شروع شده، دل تو دلمون نیست، داریم خاطراتمون رو مرور میکنیم. بعضی از همون لحظه که داخل فرودگاه هستن دعاشون دست برام میکنن که خدایا یک روز دیگه هم به ما مهلت بده در دنیا، حداقل تا برسیم به مکه، تا حداقل وارد مسجد الحرام بشیم. حالا تا حج که خیلی مونده، تا حج مونده. این احساس مشهوده، مشاهده میشه تو فضای فرودگاه وقتی که انسان بخش سالن انتظاری که منتظر سوار شدن هواپیما هستن تا برن. خود به خود یک احساس غریبی است بین کسانی که اونجا نشستن کنار هم، همه از خاطرات حج صحبت میکنن. دیگه یکی میگه آقا شما حج رفتی، شما نرفتی، مکه رفتی، چطوریه، چه احساسی داره. کل این فضا از هم شروع شده دیگه. اینا سوار هواپیما که میشه انسان، هواپیما که بلند میشه و دیگه خونده میشه. فاصله تا پرواز نگین چون که خیلی وقت میگیره. حالا اومدیم پایین مستقیم بریم. شما هم عجله دارید مثل بعضی از حجاج میخواید زودتر. این احساسی که همه دارن، شوری که وجود داره دیگه. این احساسی که همه دارن. حتی خیلی دوست داشتن کاش این هواپیمای اصلا کلا به این هواپیما به جای اینکه سوار هواپیما بشن یه خونه میمود، وارد میشدن از این طرف از اون طرف مستقیم از مسجد الحرام میومدن بیرون. خب ما هم احساس شما بینندگان رو قدر میگذاریم و مستقیم میریم اصلا هواپیما رو به خیال میشیم، مخصوصا اینکه باز هواپیما باز
در ایران احتمال سقوطش هم هست و حاجی از این میترسه که خدای نکنه وسط را نیفتیم تو این راه. حالا از این موارد از شوخیش هم که بگذاریم، وقتی که هواپیما فرود میاد در فرودگاه جده برای حجاجی که به نزدیکی‌های حج هر سفر میکنه، ما میدونیم که به هر حال طبق نظمی که وجود داره اگر فاصله کم باشه تا حج مستقیم حجاج میرن مکه مکرمه، بعدش میرن مدینه منوره. اگه فاصله بیشتر باشه اول میرن مدینه منوره بعد میرن. مثلا فرودگاهی در مکه هم وجود نداره، مردم پروازی برای مکه است در جده میشن. ما در مکه مکرمه فرودگاه نداریم. با توجه به اینکه هم حالا طبیعت فضای جغرافیایی شهر مکه کوهستانی است خیلی، و همین که فاصله بین شهر مکه و شهر جده که شهر بسیار بزرگی هست و شهر صنعتی و اقتصادی عربستان سعودی هست کم هست و 60-70 کیلومتر، و فرودگاه اون چیزی که به اسم فرودگاه مکه یا فرودگاه جده معروف است بین شهر مکه و جده است که برای هر دو استفاده میشه و حجاج غالبا همه حجاجی که مکه مستقیما سفر میکنن در فرودگاه جده فرود میان که 50 کیلومتر 50-60 کیلومتری تا مدینه تا مکه مکرمه فاصله داره. حاجی وقتی که باز فرودگاه حجاج هم خاصه، همون شکل بنای فرودگاه هم خیمه داره و وقتی که اینجا همه حجاجن دیگه، حالا فرودگاه غیر حجاج باز جداست. حجاج وقتی که در جده پیاده میشن و وارد شدن به دیار حرمین و چند کیلومتری با مکه مکرمه بیشتر فاصله ندارن دیگه، از همین الان دیگه منتظرن لحظه شماری میکنن برای وارد شدن به قبله مسلمین، برای وارد شدن به مکه‌ای که در خواب میدیدن و چقدر خوشحال میشدن. یک هفته اگر شب خواب میدید تا یک هفته بعدش برای دوستانش تعریف میکنن ها من دیشب تو خواب رفته بودم مکه. الان در واقعیت داره میبینه این رو. تجربه این حس در میدان عمل خیلی زیباست که الفاظ از تصویرش واقعا قاصرن و فقط باید تجربه کرد. وقتی که انسان وارد میشه و حرکت میکنه از از جده به سمت مکه مکرمه، وقتی که نزدیک میشه به مکه دیگه، الان وقتی که هرچی نزدیکتر میشه به شهر به محلی میرسه که نوشته ممنوع لغیر المسلمین. دیگه اینجا خاصه مسلمان تابلوهایی هست که اینجا نوشتن که از اینجا بعد دیگه فقط مسلمان‌ها اجازه داخل شدن دارن. یک حس خاصی به انسان دست میده وقتی این تابلو رو میبینه که اینجا تو این شهر همه مسلمانن. تو مکه شما هر کسی رو که میبینید مسلمانه و تو مدینه هم هر کسی رو که میبینید مسلمان، خصوصا باز در شهر مکه. وقتی که وارد محدوده حرم میشه، وارد شهر مکه میشه انسان، اولین چیزی که جلب توجه میکنه وقتی که انسان وارد مکه میشه، حالا اون چیزی که الان فعلا ما مشاهده میکنیم وقتی نزدیکی مکه مکرمه آدم میرسه، یک رحل بسیار بزرگی روی اتوبان مکه و جده که در بین آره مثل شکل رحل قرآن مانندی است که انگار که قرآن روش گذاشتن. خیلی عزیزان شاید تو تصاویر دیده باشن. دروازه قرآن داره دیگه. دروازه قرآن معروف است. از اونجا بعدش به پلیس راه مکه میرسه انسان که بازرسی ها نزدیکی های حج خیلی سخت میشه و اون بازرسی ها سخت میشه و جالبه که خیلی از عزیزان شاید ندونن که در ایام حج حتی به کسانی که ساکن خود عربستان سعودی هم هستن هر 5 سال یک بار فقط اجازه حج داده میشه. اون هم به شرط گرفتن مجوز دخول و اجازه نامه دخول که سهمیه حج و حجاج داخل سعودی هم محدد و مشخصه و از بین اون سهمیه هم جمع زیادی از اونها باز غیر سعودی هستن که مقیمین غیر سعودی که از کشورهای مختلف در عربستان زندگی میکنن شرکت میکنن و به همین خاطر ما میبینیم که از ابتدای ماه ذوالقعده در مکه مکرمه ورودی های مکه مکرمه خیلی سختگیری ها شدید میشه و هیچ کسی رو بدون مجوز داخل شدن به مکه مکرمه برای کنترل جمعیت طبیعتاً اجازه نمیدن و مجوز حج یا مجوز وارد شدن یا مجوز وارد شدن مکه یا مجوز خود سعودی هم حتی افرادی که یعنی کسی که تابعیت خود سعودی داره عربستان اصلا تو ساکن مدینه است مثلا نسلا در نسل از انصار مدینه است اصلا اجازه حج اجازه نداره حتی عمره بکنه در این فضا بدون مجوز به خاطر طبیعتاً کنترل جمعیت حج و کنترل شلوغی و ازدحام. و حالا جالبه که در ایام حج وقتی که میرسه نزدیکای حج که میرسه یه دیم که احرام پوشیدن میرن دیگه قاچاقی هم باز خیلی بعضی وقتا ما دیده بودیم که مثلا برای کشورها وقتی که از یک کشور به کشور دیگه وارد میشن قاچاقی میرن برای وارد شدن به مکه هم چون کنترل‌ها خیلی جا شدید هست بعضی از عزیزان دیگه هم قاچاقی میرن حج یعنی چون ورودی‌های شهر مکه کاملا کنترل خیلی شدیدی هست چیکار میکنن میزنن به کوه دشت. تو همین چند روز پیش هم اتفاقا تو اخبار پخش شد که چند نفر از حجاج تو کوه گیر کرده بودن هلیکوپتر رفته بود نجاتشون داده بود 4 نفر رو خواستن برن قاچاقی برید پلیس اومد با هلیکوپتر نجاتشون داد. پلیس رفت سراغشون رو گیر کرده بودن توی
نزدیکی مکه و جالب این، یعنی خود همین هم یک حس جالبی داره که حتی با وجود این که یعنی قانون‌های اداری اجازه بهشون نمیده، سعی میکنن که هر جوری شده خودشون رو وارد بکنن. اینا بیشتر مقیمین خود سعودی هستن، حالا چه از خود تابع کسانی که تابعیت سعودی دارن یا کسانی که از کشورهای دیگه در سعودی مقیم. بالاخره حالا ما و شما که قرار شد جزء حجاج باشیم مجوزشو داریم. ما الحمدلله مجوزشو داریم و حاجی که میاد خب اون که مشکلی نداره، اون فقط همون شاید کمی در پلیس معطل بشه به خاطر استوبازرسی و رد میشه میره داخل. الان ما رد شدیم از استوبازرسی و وارد شهر مکه شدیم. خب اولین کارهایی که یک حاجی در خود شهر مکه حتی قبل از رفتن به دیدن کعبه و مسجد حرام باید انجام بده چه کارهایی، یعنی چه چیزایی شما ملاحظه کردین در سفرتون؟ غالبا وقتی که حاجی به مکه مکرمه میرسه، چون احرام پوشیده و ما میدونیم که کسی که نیت حج میکنه، حج تمتع علل خصوص در مکه مکرمه، باید اول وقتی که وارد میشه یک عمره به جای بیاره تا رسیدن مراسم حج. به همین خاطر ما غالبا وقتی حجاج وارد مکه مکرمه میشن، حالا به هر حال با کاروان‌هایی که میان، اتوبوسایی که وارد میشه به شهر، ماشینایی که وارد میشه، اونها رو به محل اقامتشون، حالا در هتل‌هایی که دارن که غالبا این هتل‌ها دورتر است از مسجد الحرام به خاطر طبیعت جغرافیایی مسجد الحرام که ما در مسجد الحرام اطراف کوههای بزرگی هستن و زمین‌های سختی است. هتل‌ها نسبت به مدینه منوره خیلی فاصله داره از حرم، برخلاف حرم نبوی شریف که هتل‌ها چسبیده به حرم هست، یعنی متصل بعد از حرم هتل هست. ما در مکه اینو نداره، فاصله بیشتر است. به هر حال حجاج منتقل میشن به هتل‌هاشون و ما و شمایی که به عنوان حاجی در کاروان حجاج همراه هستیم باشون میریم تو هتلمون. وارد مکه که میشه انسان، چیزی که زیاد جلب توجه میکنه در مکه تونل های زیاد این شهره. شهر مکه شهر کوهستانیه که کوههای فراوان داره و بین این کوهها مردم زندگی میکنن و مسجد الحرام وسط شهر و دور و برش هم کوههای بزرگه که حتی بدون تونل نمیشه رسید به مسجد الحرام. از هر طرفی که انسان وارد میشه از یک تونلی گذر میکنه تا میرسه به مسجد الحرام، به استثنای یکی دو مسیری که جدیداً با برداشتن کوهها کلا در توسعه جدید یک مسیر جاده‌ای باز شده. تونل های فراوان، شهری که تونل های فراوان داره، از این تونل به اون تونل، از اون تونل به این تونل و سرانجام حاجی وقتی که به هتلش میرسه دل تو دل نیست. خیلی ها پیشنهاد میکنن از به هر حال اون کسانی که راهنمای کاروان هستن که استراحتی بکنید و بعد با ماشین هایی که آماده شده برید سمت حرم برای عمره. اما کسی که یک عمری منتظر بوده برای عمره دل تو دلش نیست، نمیتونه استراحت بکنه و با اینکه خستگی چندین ساعت سفر و شاید بعضی 24 ساعت قبل حرکت کردن از خونه و تازه رسیدن به هتلشون در مکه مکرمه، خستگی رو اصلا کلا فراموش میشه وقتی که وارد مکه میشه طرف و دل تو دلشون نیست که زودتر خودشونو برسونن به مکه، به کعبه. دقیقاً وقتی که به کعبه الان وارد مکه شده دیگه الان نمیتونه تحمل بکنه که من آره بشینم چند ساعتی بخوابم، استراحت بکنم و برم به سمت مسجد الحرام. الان خصوص که خود احرام هم باز یک سری محظوریت هایی داره که دستوار آدمو میبنده. مثلا وقتی که انسان احرام پوشیده نباید سر خودش رو بپوشونه و نمیتونه که مثلا عطر استفاده بکنه، نمیتونه که ناخن بگیره، حتی نمیتونه که موهای بدنش رو کوتاه بکنه، حالا سر، صورت، هر جایی. و این ممنوعیت ها باز یه مقدار دستوار انسانو بسته. بیشتر از این اون دله که انسان میکشه بیرون از هتل، حرکت میکنن میرن به سمت مسجد الحرام و اون لحظه ای که نزدیک میشن به مسجد الحرام، حالا جدیداً قبل از رسیدن برج ساعت از دور خودشون نشون میده، انقدر بالا رفته، ارتفاع 600 و چند متر حدوداً. خود برج نشان از هر طرفی که برج ساعت دیده شد یعنی که اینجاست مسجد الحرام. وقتی که انسان نزدیک میشه به فضای مسجد الحرام و از اون کوههای جبل عمر و چند تا کوه دیگه که هستن رد میشه، از تونل‌های مختلف از هر طرفی که وارد بشه، اولین چیزی که جلب توجه میکنه برای انسان اون شکوه و عظمت مسجد الحرام از بیرون. اون مناره‌های قشنگش، اون دیوارهاش که واقعا انسان دوست داره فقط دیوارهاش هم نگاه بکنه، انسان دوست داره که مناره‌هاش هم نگاه بکنه، انسان دوست داره که یعنی همه چیزش قشنگه برای انسان. میبینه سید جمعیت کفن پوشی رو که از همه طرف دارن میرن به سمت قلب تپنده امت اسلامی، این قلبی که میگیره از همه طرف خونها رو پمپاژ میکنه و دوباره در پیکره بدن اسلامی اینها رو پمپاژش میکنه و بعد از تصفیه کردن انسان وقتی که چشمش به مسجد الحرام میفته
اون مسجد الحرامی که عکس‌هاش رو دیده بود و عکس‌هاش رو میدید و گریه میکرد، باورش نمیشه انسان بار اول که الان واقعا داره در بیداری میبینه که روزی 5 وقت هم به طرفش نماز میخونه. چیزی که انسان در اون لحظه آرزو میکنه اینه که نکنه این احساس قشنگ یک خواب باشه. درست. نکنه الان بگن آقا فضل الحق بیدار شو، فضل الحق پاشو صبح شد. درست. این احساس انسان رو خیلی میترسه انسان حقیقتش، که نکنه خوابه، نکنه من دارم خواب میبینم. و اگر خوابه، کاش این خواب انقدر پیدا کنه، امتداد پیدا کنه تا هم به کعبه برسه. وقتی انسان مسجد الحرام رو میبینه و با اون دل سرشار از احساس و عاطفه، بدون شک ناخودآگاه انسان نمیتونه جلوی اشک خودش رو بگیره. درست. و اشک جاری میشه به چشمان انسان وقتی که میبینه این همه رحمت الله متعال رو نسبت به خودش و فضلش رو که مشرف کرده او رو به زیارت خانه خودش. درست. پای انسان میلرزه، صدا که اصلا قطعه، اگر از اون موقع از کسی بخواید چیزی برای شما بگه نمیتونه. بغض گلوی انسان رو میگیره، چشمها بهتر از زبان ها حرف میزنن اون لحظه. با اون اشکایی که بر گونه ها جاری میشه خود به خود خبر از یک دنیا احساس دل انسان داره. همینطور کفن پوشان داره میره به سمت درها وارد میشه. وقتی که به سمت در وارد میشه، انسان به در مسجد الحرام میرسه و وارد مسجد میشه. بعد اینجا کفشاشو در بیاره، کفشاشو باید در بیاره، سرش که لخت هست پاهاش هم باید لخت کنه. اینجا مسجد الحرامه، اینجا مکان مقدس الله متعاله، اینجا اجازه نداره با کفش وارد بشه. اینجا باید پای برهنه، سر برهنه، کفن پوشیده بیاد داخل. وقتی که وارد میشه، چپ و راستش رو اصلا نمیدونه که چپ و راست. خیلی در مسجد الحرام وقتی که وارد میشن تا میان بیرون شاید اصلا احساس نکنه که اینجا مرد و زن با هم قاطی بودن. تنها مسجدی روی زمینه، تنها مسجد ماست در امت اسلامی، مقدس ترین مسجد ماست و تنها مسجدیه که مرد و زن تفکیک نمیشن. یعنی درهای خاصی برای ورودی های زنها باشه، مردها باشه. در مسجد نبی ما اینو داریم و حتی داخل مطاف، حتی در مسجد، حتی در بخش‌های دیگه مسجد. بله در وقت نماز خواندن حالا خانم‌ها مکان خاصی دارن، سعی میکنن که جدا باشن از صف‌های مرد، اما در غالب 24 ساعت مسجد مرد و زن مشترکاً با هم در یک فضا دارن عبادت میکنن. انسان نمیدونه که بغل دستش مرده، زنه. چیزی که خیلی دوست داشتنیه برای انسان وقتی که وارد مسجد الحرام میشه اینه که از دور نگاه بکنه که چی رو ببینه؟ کعبه رو ببینه. و وقتی که انسان نزدیک میشه به صحن مطاف، وقتی که بعضیا سرشون رو میگیرن پایین، میخوان تا مطاف برسن، سرشون رو بلند کنن که اون عظمت کعبه رو، اون جمال کعبه رو، اون نور تابان کعبه رو یک دفعه‌ای کامل ببینن. وقتی که انسان میرسه به مطاف و چشم بلند میکنه و نگاه میکنه به این خونه، نگاه میکنه به این چشمه خورشید، نگاه میکنه به این چشمه برکت الله متعال، نگاه میکنه به این عظمت. به والله استاد عباسی عزیز خودتونم حتما برای بار اول تجربه کردید که من احساس میکنم شاید بشه بار اول چند دقیقه انسان، حداقل 1 دقیقه در قرص خورشید انسان نگاه بکنه و همینجوری نگاه بکنه. در چه ضرر میکنه به چشم انسان؟ میشه تحملش کرد. بله. اما من که نتونستم، نمیدونم که عزیزان دیگه چه حالتی داشتن. وقتی که اولین بار چشم انسان به کعبه میفته، انسان نمیتونه یک چشم سیر نگاه کنه کعبه رو. انگار که این چشم نمیکشه، انگار که این چشم، این عظمت، این روحانیت، این قدسیت مکان خیلی سنگین تر از تحمل مردمک چشم منه و پلکه ها نمیکنن تحملش کنن این رو. وقتی انسان نگاه میکنه به کعبه، یک چشم سیر نگاه کنه کعبه رو از نزدیک برای اولین بار، نمیتونه. هی انگار که سرش پایین میفته، خود به خود انسان به سجده میفته. این صحنه رو خیلی بارها مشاهده میکنه انسان. اولین نگاه حجاج به خانه کعبه همراه با سجده اونها به پیشگاه الله متعال و اشک ریختن‌های اونها و اینکه از خوشحالی سجده میکنن و اشک ریزان وارد مطاف میشن. در مطاف که یک محشری به پاس، یک قوقایی. اینجا شروع عمره ما و الان ما شروع عمره ما که در این عمره قبل حج برای عزیزانی که نیت حج تمتع دارن. بله. شروع میکنیم. تقریبا برای همه افراد غالبا همه عمره میکنن. و این عمره رو شروع میکنیم و طواف میکنه انسان 7 بار برخلاف عقربه‌های ساعت. انگار که هر بارش
برای پاک کردن یک روز از روزهای هفته‌ای که پشت سر هفته‌هایی که پشت سر گذاشته بود. انگار که چون برخلاف عقربه‌های ساعت میچرخه، انگار که میخواد برگرده گذشته‌های خودش رو پاک کنه با این طوافش. کنار کعبه انسان وقتی که میچرخه، وقتی که به حجر میرسه دست بلند میکنه و طوافش رو شروع میکنه، وقتی که میگرده، وقتی که فکر میکنه اینجا جای پای اولیای الله متعال، جای پای پیامبران الهیه، این خانه و ابراهیم علیه السلام و تاریخش و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و صحابه ایشون، و مثلا انسان خودش رو گم میکنه تو مطاف. یک قیامتی برپاست، یک قیامتی برپاست. کسانی که میخوان محشر رو تجربه کنن برن مطاف، برن طواف، برن خونه کعبه رو طواف کنن. موقع میفهمن که محشر یعنی چی. موقع میفهمن که روز قیامت وقتی که انسان از بست مشغول خودشه که نمیدونه دست راست و دست چپ من کیه، این احساس تو مطاف میشه درک کرد. تنها جایی که میشه این احساس رو تجربه کرد اونجاست. بعد از اون 7 بار که طواف تمام میشه، انسان هنوز مدهوشه، نمیدونه کجاست. انسان روزا تا چند روز که 2-3 روز اول انسان باورش نمیشه من مکم. مخصوصا بار اولی که طرف میره فقط جمعیت میبرتش، دل داره میره فقط، اصلا نمیدونه کجاست. جمعیت داره میچرخه، اینم میچرخه، خودشو گم کرده، نمیدونه من بیدارم، خوابم، من مکه، من تو مطاف، خانه خدا، چی میگه به زبونش، چی میبینه، فقط میچرخه، فقط همینطور میدونه که الان وقتشه که باید عبادت کنم. میرن پشت مقام ابراهیم، میریم بعدش 2 رکعت نماز میخونیم، نماز مقام رو میخونیم. نماز جا باشه، چون که خیلی سخت. مهم نیست که حالا پشت مقام باشه، هر جای مسجد الحرام که جا پیدا شد 2 رکعت نماز طواف رو میخونیم. بعدش میریم به همراه شما توی یک میدان عظیم دیگه به اسم صفا و مروه. میریم تو صفا که صفا کنیم، میریم تو مروه تا اون صفامون رو تکمیل کنیم. از صفا شروع میشه حرکت، این سالون دراز، از اونجا میریم روی تپه صفا بیاد هاجر. روی صفا انسان که میره حرکت میکنه سمت مروه. اون بین 2 میل سبزی که هست، اون چراغای سبزی که زدن به سقف، اونجا که انسان سعی میکنه هروله کنه و همینطور پهلوانی را بره، اون یک دنیایه برای خودش، یک احساسی. یکی احرامش، احرام هم که ما تو مطاف احرام شونه راستمون هم باید مردها شونه راستمون هم که لخته دیگه، کلا سرمون لخته، شونه راستمون هم لخته، پامون هم لخته. توی مسعی باز نیازی نیست که شونه لخت باشه، احرام میشه کامل پوشید. با این وجود اونجایی که انسان میدوه، احراما خودش دنیاییه دیگه. این احرام پوشیدن ها، یکی احرامش میافته از بالا پیراهنشون، هیچی نداره، دگمه هم که نداره. این احرام یک پارچه سفید بالا بستن، یک پارچه هم پایین بستن. مثلا اونی که رو دوش انسان میندازه وقتی میدوه، از این طرف احرامتو بگیره، از اون طرف بدو، از این طرف حرکت بکن. یک احساس زیبا، یک فضای عظیم، یک فضای خیلی دوست داشتنی. میریم به مروه، اونجا دعا میکنیم، بعد از اونجا دوباره برمیگردیم به صفا، میریم رو صفا نگاه میکنیم به کعبه، دعا میکنیم، دوباره میریم میایم 7 بار میریم و میایم تا الان عمرمون تمام شد. بله. ما دیگه طوافمون انجام دادیم، 2 رکعت نمازمون رو خوندیم و صفا و مروه رو انجام دادیم. این عمره به همینجا تمام میشه. عمره همینه دیگه. عمره میشه عمره عبارت از احرام پوشیدن و نیاز کردن از میقات، رفتن به مسجد الحرام، طواف دور کعبه، 2 رکعت نماز و سعی و صفا و مروه. الان یک بخش از عمره ما باقی مونده که کوتاه کردن مویسره. برای خواهران مقداری کوتاه کردن، برای خواهران این مقداری کوتاه میکنن. برای آقایون بهتر اینه که بتراشن، کله رو کچل کنین، همینطور برق بزنه و میشه کوتاه کرد. حالا ما شما که فکر کنم اگر ما شما مشرف بشیم چند وقت کوتاه کنیم، چون جلوی دوربین حالا دیگه منوز کافی پروژکتور هست، نیازی نباشه شاید کلامونو تیغ بزنیم، اختیار دارن. بهتر اینه که بهتر این اصل بر تراشیدن و اجازه کوتاه کردن مو هم هست. ما شما اگر مسجد الحرام خارج بشیم، اون اطراف مسجد الحرام انقدر دیگه سلمانی زیاد هست، حالا به اصطلاح کسانی که مو کوتاه میکنن ماشاءالله تو پشت سر هم توی به هر حال اماکنی که الحمدلله رعایت میشه و کنترل میشه لازم نظافت و بحث چیز زیر نظر وزارت بهداشت، اماکن فراوانی هست که خود به خود وقتی برید بیرون، شما احرام پوشیده باشید از حرم برید بیرون، دست شما رو میگیرن میبرن دیگه. اونجا مشغول میدونن که شما بخواید مو کوتاه کنید، مو رو کوتاه میکنیم و بعد دیگه الان ما یا میتراشیم دیگه احراممون رو میتونیم در بیاریم، عمرمون تموم شد. الان ما عمرمون رو تمام کردیم و از حرم میایم بیرون و میتونیم دیگه الان غالبا میرن عزیزان حجاج، بعضیا میمونن مقدار عبادت میکنن، مخصوصا وقتی نزدیکی وقتی یک نماز فرضی باشه نمازشون میخونن، بعد میرن استراحت میکنن، لباسشون در میارن میپوشن، لباس عادی خودشون رو میپوشن، احرام در میارن. الان ما بین فاصله عمره تا مراسم حج که روز 8 شروع میشه، 8 ذوالحجه،
یک فاصله خالی هست که در این فاصله تقریبا محظورات وجود نداره، این چیزای ممنوعی وجود نداره، میتونن کارا انجام بدن. حاجی دیگه الان عمرش عطر و بخوشی و الان دیگه چون از عمر از احرام خارج شده دیگه محظورات احرام من میشه، یعنی تموم میشه دیگه الان دیگه حالت عادی برمیگرده، حالت عادی خودش، حاجی با لباس عادی خودش. و این فاصله رو غالبا حجاج در این فاصله بین عمرشون هر روزی که وارد مکه شده باشن تا 8 ذوالحجه چه کاری انجام میدن حاجی در این فاصله رو غالبا حجاج بیشترین کاری که انجام میدن عبادت در حرمه، عبادت در مسجد الحرام و بیشتر طواف برای خصوص با لباس شخصی. همه چیزا همین کاره، یعنی شرکت در حج و در نمازهای فرض در مسجد الحرام. بهترین عبادتی که در این روزها برای حجاج توصیه میشه همینه، نماز خواندن در مسجد الحرام که هر کدوم 100,000 برابر ثواب داره و طواف که تنها عبادتی است که خاص مسجد الحرام هست. و با لباس شخصی ما می‌بینیم در تصاویر که حجاج با لباس شخصی طواف میکنن، طواف نافله، البته صفا و مروه رو دیگه نمیرن، 7 بار طواف میکنن، به ازای 7 بار طواف نفلی که میکنن 2 رکعت باز پشت سر مقام ابراهیم نماز میخونن، 7 بار طواف با 2 رکعت نماز، باز هر چند تا که بخوان طواف میکنن. دیگه این عبادت بیشتر ما در بین فاصله 8 تا فاصله عمره تا حجی که انجام میشه هر چند روزی که باشه بیشتر حجاج رو اینجا میبینیم. بعضی از حجاج هم کاری کمی حس به هر حال حالا بگیم که توریستیشون حالا تاریخیشون کمی دوست دارن بگردن مکه رو ببینن این طرف اون طرف. و بعضی کارن تو این توسعه جدید مسجد الحرام حالا هم وقتای نماز میگردن مسجد الحرام ماشاءالله توسعه جدیدش که خیلی زیباست و خیلی عظیمه، دور بر مسجد الحرام میگردن نگاه میکنن این برای خود مسجد الحرام کسی بخواد بگرده تو 3-4 روز نمیتونه. یعنی ما کتابخونه حرم مکه شریف رو داریم که ماشاءالله چند هزار جلد کتاب داره، بخشای متنوع در حرم داریم که ابعاد مختلفی رو در بر میگیره، توسعه حرمین هست، بخشای مختلف حرم هست که ماشاءالله هم عبادت انسان انجام میشه، هم فضاش به صورت مفید و درس استفاده میکنه. حلقات درس داریم، حلقات تصحیح تلاوت داریم، حلقات حفظ قرآن داریم که برای همه عموم بازه، ان خصوص در ایام حج که برای تصحیح تلاوت، تصحیح عقاید، تصحیح نمازها، در حلقات درس، آموزش به زبان‌های مختلف، خطبه‌ها به زبان‌های مختلف ترجمه میشه از طریق رادیو. خارج از حرم چه کاری میشه؟ خارج از حرم گشت توصیه نمیشه، یعنی خیلی دلشون نمیاد برن خارج از حرم، اما بعضی از دوستان خب بعضی میرن دیگه. شاید چون که بالاخره شنیدن چیزهایی در تاریخ خوندن، در زندگی پیامبر خوندن، حالا میخوان ببینن، چون دوست دارن گام به گام رسول صلی الله علیه و سلم بعضی جاها برن، نه به عنوان عبادت، به عنوان یک دیدن یک مناطقی، دیدن به اماکنی. چیزی که در مکه بعد از مسجد الحرام زیاد حجاج میرن سراغش که کوه نور هست و کوه نور که غار حرا در اون هست و همون غاری است که رسول صلی الله علیه و سلم قرآن برایشون نازل شد و قبل از نبوت اونجا میرفتن، که این در ورودی مکه از سمت مدینه منوره، از سمت مدینه منوره در ابتدای مکه مکرمه واقع است و کوهی از حدوداً 600 متر ارتفاع داره و بر بالای این کوه اونجا غار حرا هست که میرن، خیلی میرن و توصیه نمیشه برن چون وقت زیادی رو میگیره، 2 ساعت 3 ساعت، یعنی رفت و برگشت پایین آمدن و بالا رفتنش 5-6 ساعت طول میکشه و در این 5-6 ساعت حتما یک نماز جماعت در مسجد الحرام از دست میره یقینا. یعنی کسی که بخواد بره غار حرا برگرده حتما یک نماز که حداقل، یعنی حتی بعضی نماز صبح هم بره یک فرصت عمری هم براش که یعنی 100,000 نماز رو 100,000 نماز در مسجد الحرام رو به خاطر یک به هر حال یک دیدن یک غاری که یعنی دیدنش و دیدن نگاه کردنش هیچ فضیلت خاصی هم نداره، یعنی بود تاریخی داره، به هر حال توصیه نمیشه. ما برای عزیزانی که بیننده ما هستن اگر ان شاءالله در فرصت‌های آتی نصیب شد مکه مکرمه رفتید، توصیه می‌کنیم تو حرم بشینید، به جای دیدن غار حرا اونجا برید. ما جناب دکتر عمرا رفتیم و در شب هم رفتیم، روزش هم رفتیم و برای به خاطر اینکه به عزیزان به تصویر بکشیم در بحث سیرت رسول صلی الله علیه و سلم، چون اونجا اختضا می‌کردن، کل غار حرا رو تصویر کشیدیم، خیلی خالی قشنگ مرتب. عزیزان برن در برنامه همکان با نبی رحمت نگاه کنن. غار ثور هست که محل در هجرت، شب هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. سیدیش هم پیدا میشه ما سیدی این غار ثور هم قشنگ خودم داخل غار صحبت کردم، تو غار حرام صحبت کردم، تو یوتیوب هم هست، عزیزان میتونن ببینن. غار ثور ایران فیلتر آخه بس است. خب این دیگه حالا یک راهی باید پیدا کرد دیگه، متأسفانه اون حج هم فیلتره دیگه، چیکارش کنم؟ حجاج هم نمیگذارن امسال متأسفانه، امسال حج هم فیلتر کردن متأسفانه، حجاج نمیگذارن بیان. الان کل حال غار ثور هم که محل هجرت رسول صلی الله علیه و سلم، 3 شبی در هجرت، در ابتدای هجرت که به همراه سیدنا ابوبکر رضی الله عنه اجمعین اینجا در غار حرا بودن، در غار ثور بودن 3 شب رو. اون غار ثور باز بزرگتره، کوهش 900 متر حدوداً و اگه غار ثور کسی بخواد بره یک صبح تا شب گرفته وقتشو، یعنی کلا توصیه نمیشه عزیزان اینجاها برن. و جنت المعلا که نزدیکی حرمه، حالا قبرستان معلا تعبیر دقیق‌ترش قبرستان معلا هست که در اونجا مادرمون خدیجه رضی الله عنها اونجا هستن، مادرمون خدیجه ام المؤمنین
در قبرستان معلا از شخصیت‌های معروفی که اونجا هستن و همچنین عموی رسول صلی الله علیه و سلم اونجا هستن که عموی رسول خب ایمان نیاوردن و بدون ایمان از اونجا رفتن اونجا که طلب مغفرت برای ایشون نمیکنه و چون من شد خود رسول صلی الله علیه و سلم حتی از استغفار برای عمویش و اونجا به هر حال زیارت صورت میگیره برای کسانی که در مکه هستن. علی کل حال بهترین عبادتی که در مکه مکرمه قبل از مراسم حج حاجی انجام میده، یعنی تا روز هفتم دل آدم نمیاد از کعبه جدا بشه. یعنی حقیقتا بی‌مهریه، خیلی بی‌انصافیه که انسان کعبه نازنین رو ول کنه بلند شه بره این غار و اون غار و این کوه و اون کوه با اون فضیلت‌ها و عظمتی که در کنار مکه در کنار کعبه است و در مسجد الحرام. بیشتر وقت حجاج در فاصله بین عمره‌ای که وارد مکه میشن تا روز شروع مراسم حج در مکه مکرمه میگذره و در مسجد الحرام میگذره و در حرم مکی شریف. درست. تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیزم تا الان و حاجیان عزیزی که قصد دارین تا الان مشغول باشین به عبادت در مسجد الحرام و با هم یک میان برنامه میبینیم. شما مشغول عبادت باشین، دوباره باز خواهیم گشت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و خدمت اون دسته از بینندگان عزیزی که الان پای تلویزیون و گیرنده نشستن و برنامه رو تماشا میکنن. عرض کنم که برنامه ما موضوعش است برنامه رکن پنجم است و موضوعش است گام به گام با حجاج که سعی میکنیم در این برنامه یک حالتی وجود بیاریم این که گویا که در سفر حج هستیم و خودمان مشغول به حج هستیم که حاجی چه کارهایی را در این مراسم انجام میده و تا قبل از میان برنامه اینجا رسیدیم که حاجی از شهر خودش حرکت کرده به سرزمین وحی وارد شده، با لباس احرامش طوافش و عمرش رو انجام داده و الان از لباس احرام نیز بیرون اومده و جناب استاد عرض کردن که بعد از عمره هم مهمترین کار بعد از عمره همون نماز خوندن در مسجد الحرام است که بیش از 100,000 و 100,000 ثواب در نمازهای بیشتر، یعنی ثواب در نمازهای دیگه مساجد دیگه را داره که این خودش یک ارزشی است و یک فرصتی است که ما باید ازش استفاده بکنیم در این مراسم. حال جناب استاد بفرمایید که بعد از این کارا که انجام دادیم از احرام بیرون اومدیم، خب رکن اصلی حج که خود اسلام که خود حج هست باشه شروع میشه. برای ما از این رکن بگیر که حاجی کی برای شروع حج بزرگ خود را آماده میکنه و چه کارهایی را انجام میده برای شروع. بعد از اینکه بران حاجی از عمره ابتداییش خلاص میشه و تمام میشه و منتظر میمونه دیگه به هر حال به عبادت مشغول در مسجد الحرام تا روز هشتم ذوالحجه. روز هشتم ذوالحجه دیگه شب نهم رو باید حجاج در منا باشن، در منطقه منا که یکی از مشاعر مقدسه است که در ایام حج خیلی پررنگه و جمرات هم در داخل مناست. یعنی اونجایی که شیطان رو ما میذاریم ساختمون جمرات در داخل منطقه مناست. روز هشتم حجاج خب الان احرامشون رو در آوردن، فاصله بین اونایی که زودتر اومدن و عمره رو تمام کردن از احرام خارج شدن، لباس عادی خودشون رو دارن. از ابتدای صبح روز هشتم تا حالا مغربش و به هر حال این مسیر ادامه داره. حجاج احرام میپوشن دوباره. این بار احرام رو از همون محلی که هستن میپوشن. یعنی هر کسی در محل اقامت خودش در مکه مکرمه هر کجا که هتلش هست و محل استراحت اقامتش از همونجا احرام میپوشه و دوباره همون احکام و محظوراتی که در عمره بود دوباره همون احکام دوباره از اول شروع میشه. یعنی وقتی که انسان احرام میپوشه دیگه عطر استفاده نمیکنه، ناخن کوتاه نمیکنه، موهاشو کوتاه نمیکنه و دیگه بیشتر رعایت میکنه مواردی رو که قبلا حتی حلال بود الان حرام میشه براش. مخصوصا آنچه که در آیه شریفه بهش اشاره شده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی که نیت حج میکنه و احرام میپوشه و میخواد بره الان حجش رو شروع بکنه، بحث نزدیکی و رابطه با همسر به هر آن چیزی که جزء مقدمات رابطه حساب بشه و بحث هر آن چیزی که گناه حساب میشه اینجا باز گناهش بیشتره، بحث جدال ها حتی اینجا صبر استقامت ها بیشتر میشه و اون محدودیت هایی که درباره‌اش صحبت مرز کافی شده. یعنی حاجی باید خودش کاملا فارغ بکنه از همه چیز و فقط مشغول به عبادت باشه. اون چیزی که حاجی با این کفنی که پوشیده همه چیز رو باید بیشتر از قبل رعایت کنه. حتی بعضی خرج
حلال ها براش حرام میشه، مثل مثلا رابطه با همسر. و اینجا فقط خودش رو فارغ میکنه به فرموده شما برای عبادت. روز هشتم هر کسی از محل اقامت خودش احرام میپوشه، حرکت میکنن همه به سمت منطقه منا. منطقه منا الان فاصلش از حرم مکی شریف حدوداً بین 5 کیلومتر است، ابتدایش آخرش تا حدود 7 کیلومتر هم میرسه. و الان جزء شهر مکه است، داخل شهر که دیگه به قول شما تونل کنده شده و خیلی فاصله هم کمتر شده. الان فاصله کمتر شده و به راحتی حجاج خودشون به منطقه منا میرسونن و در خیمه هایی که در منطقه مناست شب نهم رو در داخل این خیمه ها میمونن. تصاویری که عزیزان دیدن خیمه های منطقه منا، خیمه هایی است که امکانات آنچنانی هم شاید داخلش نباشه. خیمه است که بالاخره یک شهری است که 3 روز بیشتر نیستن حجاج درش، علل خصوص بعد از روز عید. و خیمه هایی است که در اون امکانات اولیه برای امکانات اولیه فراهم هست و یک خیمه است، یک فرشی پهن است روش، کفش هم خاک هست. و حالا چون عزیزانی که نرفتن شاید فکر کنید خیمه ها چه خبره داخلش، و یک کولری داره، یک برقی داره، دیگه چی هم توش نیست. و هر چند تا خیمه وسطشون یک مکانی برای به هر حال روزه گرفتن و محتاج اولیه انسان است. و بعضی از کاروانایی که کنار هم هستن یک آشپزخونه‌ای دارن، به چایی میپزن، چای دم میکنن، غذایی میپزن و همونجا دیگه شب رو استراحت میکنن. شب رو حجاج در این خیمه ها استراحت میکنن با احرام. یعنی چی با احرام؟ یعنی حق ندارن حتی پتو بکشن رو سرشون تا آخر. سر نباید پوشیده بشه. وقتی که احرام هست، سر حاجی در کل این مسیری که احرام داره همینجوری بیرونه، حتی وقتی هم که میخوابه نباید بره زیر پتو. یک مواردی شاید بعضی از بینندگان عزیزی که حالا تجربه نکردن اینها رو بیشتر احساس بکنن که کمی دستبال بسته تر هست، سر نباید پوشیده بشه و انسان باید مواظب باشه، حتی صابون استفاده نمیکنه، حتی حق نداره صابونی که بو داره استفاده بکنه، عطر استفاده بکنه. و یک حالت فقط بعد نه به فکر تیپ و قیافه است، نه به فکر آرایش کردن خودش کسی، نه به فکر عطر زدن اینجوری است. آقا شما اومدید اینجا فقط عبادت بکنید. اونجا انسان با دیگران فضایی که حاکم بر اون شب عرفه، و الان صحبتمون از شب چیه؟ شب نهمه که حجاج قبل از رفتن به عرفات. ابتدای حج از اینجا شروع میشه. حاجی در مراسم هر جایی که هست در مکه مکرمه احرام میپوشه، حرکت میکنه، میره به منا. بله. روز هشتم از صبحش، ظهرش، عصرش، بالاخره تا شب خودشو میرسونه. شب باید اونجا باشه. شب رو باید در سنت اینه که شب رو در منا بخوابه. بله. حجاج میرسونن خودشون رو به منا، شب در منا استراحت میکنن، نمازشون همونجا میخونن و بعد از اون حرکت میکنن به سمت، از منا حرکت میکنن دیگه. الان باید برن به سمت چی؟ صبحش نماز صبح رو میخونن، شب استراحت کردن. فضایی که حاکم شب غالبا اونجا همه به ذکر و عبادت مشغولن. در منا عبادت خاصی اونجا نیست جز این که انسان اونجا تفکر میکنه، تعقل میکنه و در خیمه خودش مشغول به عبادت و اذکار خودش است. تا صبح نماز صبح که خوانده میشه، نماز صبح که میخونن، حالا ما شما که به همراه حجاج هستیم نماز صبح با مانیک حاجی که میخونیم اونجا دیگه، الان نماز صبح میخونیم و به همراه شما و بقیه عزیزانی که همراه ما هستن یک صبحانه هم نوش جان میکنیم، یک کمی تقویت میکنیم خودمون رو برای رفتن به عرفات. الان ما صبح روز عرفه ایم. صبح روز نهم که روز عرفه است و بهترین روز سال، من روز عرفه رو حجاج چیکار میکنن؟ روز عرفه از منا حرکت میکنن، باید برن عرفات. ما منا داریم، آخر منا میشه مزدلفه، آخر مزدلفه میشه عرفات. مزدلفه بین منطقه منا و عرفات، این سه تا منطقه چسبیده به هم. درست. یه مسیری رو ما هی پشت سر هم میریم، اولش مناست، بعدش میشه مزدلفه، متصل بعد مزدلفه وارد عرفات میشه. این مناطق الان ما از منا میخوایم بریم عرفات، یعنی از مزدلفه رد میشیم میریم عرفات، دوباره باز برمیگردیم شبش. خب مسیر الان حجاج آماده میشن، حرکت میکنن. امروز رو تا مغرب باید در عرفات باشن، ما باید در عرفات باشیم. قطار هست. چه کارایی انجام میشه و ما در عرفات، حالا در عرفات مهمترین چیزی که در عرفات مهم هست خود ماندن در صحرای عرفات. اصلش اینه، عبادت خاصی که اونجا حتما مثلا مثل مسجد الحرام طوافی باشه، سعی به صفا و مروه باشه، اونجا اماکنی باشه که ما بریم اونجا در یک اماکن خاص عبادت‌های خاصی انجام بدیم نداریم. بله. ما فقط همونجوری که در منا شب نهم ما عبادت خاصی نداشتیم، روزش حرکت میکنیم صبح. حالا عزیزانی که با قطار حرکت میکنن، الحمدلله الان قطار هم در منا در مناطق مختلف 3 تا ایستگاه مختلف داره، با قطارها حرکت میکنن میرن عرفات. برخی هم
با اتوبوس حرکت میکنن، برخی هم همینطوری دیگه دلشون فرصت حال و حوصله ایستادن تو صف قطار و حوصله قطار رو ندارن، دوست ندارن زود برسن عرفات، میخوان همینجوری راه بیفتن، دل بزنن به دشت و بیاد رسول صلی الله علیه و سلم، یارانشون که با حالا یا سواری شطوری چیزی میرفتن، اینا هم همینجوری پیاده میرن. جمعیت عجیبه. شما مثلا قطار هم کسی سوار بشه، البته ما موقع قطار نوبت ما نبود، موقعی که ما بودیم هنوز فکر کنم سال اولی بود قطار افتاده بود. بله سال اولی قطار افتاده بود و ما هم فرصت نکردیم دیگه، با دوستان زدیم همینجوری از منو پای پیاده انداختیم تا عرفات. ما با قطار رفتیم. شما خوشبالتون، شما وضعتون خوب بوده، با قطار رفتیم. ما جمع دوستان گفتن، من خودم دوست داشتم این پیاده مسیر رو برم حقیقتا و اختیاریه دیگه، یعنی مجبور نیست کسی که حتما کسی که امکانات داره میتونه استفاده بکنه، یعنی مجبور نیست. راه طولانی البته، مثلا فاصله بین منو تا عرفات واقعا البته ما آخرش ما با چیز رفتیم، با مینیبوسی رفتیم، دوستان از مزدلفه بعدش با مینیبوس رفتیم، ولی بعد دیدم که خیلی راه طولانیه، نمیشه، یعنی پیاده اگر بخواد انسان از منو تا مزدلفه بره. این فرصت رو بهتر انسان با امکاناتی که هست، وقتی امکانات هست استفاده بکنه تا انرژیش رو ذخیره بکنه بر عبادت‌های بهتر اصلی. بهتره. خلاصه حرکت شروع میشه به سمت عرفات. جمعیت همینطوری حرکت میکنه دیگه، سیل جمعیت میلیونی حجاج کفن پوشان همه حرکت میکنن به سوی عرفات. عرفات دیگه از ابتدای صبح عرفات دیگه جمعیت روز بیشتر میشه تا همه حجاج باید خودشون رو به عرفات برسونن. یعنی اگر کسی به عرفات نرسید که الحج عرفه دیگه، کسی به عرفه نرسید حجش باطل میشه، خود به خود دیگه این حج قبول نیست و قضاییش باید به جا بیاد. و اصل حج عرفه است. در عرفات یک دشتی است، یک منطقه بزرگی است. خب الان وقتی میگیم دشت شاید خیلی از عزیزان به فکر بکنن که همینجوری سنگ است و کوه است. نه، دشتی بوده که الان دیگه به خاطر خیمه‌های ساختمان‌های ساخته شده و در سال‌های آینده مثل اینکه کلا قراره که هتل ساخته بشه داخلش، به خاطر اینکه جمعیت روز به روز بیشتر میشه و خیمه‌ها هست، ماشاءالله درخت‌هایی هست، با اونجا اماکن امکانات هست. وسط رو هم که شما وارد میشید کامیون‌ها وایستادن و ماشین‌ها وایستادن و همینطور مؤسسه‌های خیریه‌ای که آب میوه پخش میکنن و بستنی میدن و غذا میدن و دیگه میوه پخش میکنن دیگه، فراوان ماشاءالله در مسیر ایران خیریه هست، همشون همینطور برای لله فی سبیل به اصطلاح. اینجا بیشتر حجاج میگن فی سبیل الله رو دیگه همون فی سبیلش میگن. در این فضا در عرفات بخش‌های مختلفی منظم شده، هر کسی هر کشوری بخش خاص خودش رو داره، خیمه‌های خاصه، چه تو در منی چه در عرفات. در منی و در عرفات مکان‌ها مشخصه، هر کشوری خیمه‌های خاص خودش رو داره، مکان‌های خاص خودش رو داره بر اساس جمعیتش. اما در مزدلفه نه، مزدلفه دیگه اصلا نه خیمه‌ای هست و نه چه، همینجوری حالا میرسیم از عرفات خارج بشیم میریم به همراه شما. الان تو راه داریم میریم. فعلا عرفات وارد شدیم. وارد عرفات شدیم. در عرفات انسان وقتی وارد میشه در عرفات، این مکان روز عرفه، اصلا چرا بهش میگن عرفه؟ یکی از وجه تسمیه عرفه همون عرفاته. و عرفات یک روز یک فضای عجیبی است، همه نشستن مشغول عبادتن، هر کسی در خیمه خودش میشینه عبادت میکنه. حالا یک کوهی هست وسط عرفات به اسم جبل الرحمه معروفه، که یک ستونی هم روش گذاشتن که هیچ علامتیه دیگه، علامتی است برای اینکه ثابت بشه این کوه همون کوهی. که دو تا دیگه هم هست در عرفات، کوههای دیگه هم هست، کوه نیست، تپه است دیگه، شبیه تپه است. و اینو حالا حجاج خیلی دوست دارن اینجا باشن، یعنی رو سنگا میرن و یک وضعیت باید خودشون اونجا برسونن. این اصراری وجود نداره برای اینکه اینجا باشه، ولی خب دوست دارن اینجا باشن، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجشون اینجا خطبه عرفه رو در بخشی از این کوه، حالا روی یکی از این سنگ‌های این کوه، به خاطر اینکه ارتفاع بالاتر باشه و مردم بشنون صدا رو، آمدن اینجا و خطبه رو ایراد فرمودن. همین خاطر جمعیت اینجا زیاد میره. من شما اون چیزی که سنت رو انجام میدیم در این سفر حج ما که اصلا فرصت نکنیم اونجا نزدیک شیم استاد. حالا که بخوایم بریم هم نمیتونیم، انقدر جمعیت زیاد است. ولی خب مهم این است که انسان در هر گوشه از عرفات که رفت، مهم اینه که اونجا مزاحم کسی نشه، آزار اذیت ایجاد نکنه، شلوغ نکنه و زیاد اصرار نکنه روی مواردی که اصلا هیچ ثبوتی هم نداره و هیچ الزامی هم نیست. مهم اینه که ما در هر گوشه‌ای که محدودی عرفات ابتدا و انتهاش مشخصه، در هر گوشه از این محدوده که لحاظ فقهی فقها مشخص کردن ما وارد شدیم، بس همون مهم همونه که ما اینجا وارد شدیم و بهترین فرصت برای عبادت است. هر گوشه می‌بینید که یک کسی نشسته ذکر میکنه، دعا میکنه، عبادت میکنه. در مسجد بزرگی که در عرفات هست به اسم مسجد نمره هست، خطبه روز عرفه خطبه گفته میشه و این خطبه خاص عرفات است. ما مثلا مثل روز جمعه خطبه داریم، روز عرفه حالا چه مصادف بشه با جمعه چه مصادف نشه با جمعه، هر روزی که بیفته عرفه اون روز خطبه خونده میشه و ما امسال مثلا روز عرفه روز یک شنبه داریم
و ان شاء الله و خطبه خونده میشه. درست. و خطبه خونده میشه. نماز ظهر و عصر رو ما در عرفات با هم میخونیم. در وقت ظهر، وقتی که ظهر داده میشه نماز ظهر خوانده میشه، نماز عصر هم همزمان باش خوانده میشه و در یک وقت میخونیم و حجاج دیگه اونجا فقط مشغول عبادت و ذکرن. در خیمه‌های مختلف صدای دعا بلنده، صدای گریه و زاری بلنده. این گوشه انسان صحنه‌های عجیبی رو انسان میبینه واقعا. آنچه که خیلی زیباست وقتی که انسان میبینه در همین مسیر، شما میبینید که مثلا یک بچه میبینید که پدر پیر خودش رو به کول گرفته و داره میبره و داره حمل میکنه بابای خودش، یا در بغل خودش گرفته داره میبره. مادری که فرزندش رو در بغلش گرفته و داره میبره. دختری که دست مادرش رو گرفته و به شونه خودش انداخته، مادر پیر خودش رو داره به خودش میبره. همسری که همسر دیگه رو ویلچر داره و داره هولش میده، داره میبرتش تو این گرما. به هر حال فضا گرم هست و هوا فضا بازه نسبتاً و حالا تا خود خیمه هم که انسان برسه شلوغی هست و امکانات اونقدری که داخل خود شهر مکه است طبیعتاً در اینجا اونقدر امکانات به وفور یافت نمیشن. الحمدلله تمام امکانات اولیه فراهم هست و حتی داخل خیمه ها فضای خنک و کولرها فراهم است، ولی به هر حال شلوغی هست، سفر هست و مشکلات و سختی های خودش رو داره. این صحنه خیلی زیباست برای انسان. صحنه وقتی که انسان میبینه یک گوشه میبینید در عرفات یا خیمه، یک گوشه میبینید که پیرمردی نشسته دست به دعا بلند کرده، جوانی نشسته و داره اشک میریزه، یکی داره قرآن میخونه، یکی دیگه داره نماز میخونه، یکی دیگه داره ذکر میگه، یکی دیگه به یک عبادت دیگری مشغول هست. اینجا همه در عرفات فکر و ذکرشون اینه که از این صحرا وقتی خارج میشن بخشیده شده خارج میشن. همه به دنبال اینیم ما در عرفات که اینجا الان دیگه اینجا باید نقطه تحول زندگی من باشه. میدونیم که اینجا نقطه اوج حجه، میدونیم که اینجا دیگه الان الحج و عرفه، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که حج عرفه است. میدونیم که اینجا در همین مکان دین ما کامل شد، اینجا عرفات دین ما کامل شد. میدونیم که اینجا الیوم اکملت لکم دینکم، این آیه تکمال دین اینجا برای ما نازل شد. اون موقعی که ما رکن پنجممون رو که حج بود و باقی مانده 5 رکن اسلام فقط حج بود که رسول صلی الله علیه و سلم انجام بدن و مهمترین باز رکن حج که عرفه بود رو انجام دادن و حج اینجا به کامل شد و دین با اکمال حج کامل شد و اینجا توجه خاص الله متعال به عرفاته، رحمت‌های خاص الله متعال به عرفات نازله، مخصوصا که روز عرفه هم از بهترین روز ساله. فضیلت زمانی و مکانی برای ما فراهمه و ما یک دنیای عجیبی است. یک الان غروب شد دیگه، تا عرفات رو بالاخره با چشمانی گریان و اشکبار با دل ناخواسته عرفات رو همجوری که شما دارید میبندیدش خود روز عرفه هم بسته میشه. یعنی روز عرفه بخوایم یا نخوایم این لحظات زیبا و لحظات روحانی محدوده و تموم میشه و با چشمانی اشکبار همه روز عرفه رو ودا میکنن. اما خب حج تمام نشد، هنوز عبادت ها هست، هنوز تلاش ها هست. این تازه اولین قدم بود و مهمترین قدم. الان غروب عرفات همه منتظرن خورشید تا غروب بکنه، همه سر مرز بین عرفات و مزدلفه که تابلوها نوشتن آخر عرفات اول مزدلفه با ایستادن دیگه نگاه میکنن خورشید کی میره پایین تا دوباره شروع بکنن مسابقه رو، دارن میرن مزدلفه. غروب خورشید عرفات همراه با حرکت حجاج از عرفات به سمت مزدلفه. ما از منی رفتیم مزدلفه، رفتیم عرفات، از مزدلفه رد شدیم، نه ایستادیم، الان وسط بین عرفات و مناست. دوباره از عرفات ما الان برمیگردیم به مزدلفه. این دفعه در مزدلفه میمونیم، شب رو الان ما باید در عرفه بمونیم. شب قبل رو در منی بودیم، روز رو در عرفات بودیم، شب بعد رو در مزدلفه هستیم. گفتین که مزدلفه هم امکاناتش کمه و خیمه‌ای هم وجود داره. ما الان در غروب روز عرفات و شب عید قربان ما الان حرکت کردیم از عرفات. غروب که میشه از اون هم داده نمیشه، حتی در عرفات نماز مغرب خونده نمیشه. نماز مغرب رو حجاج در عرفات نمیخونن، تأخیر میاندازن، میگذارن نماز مغرب رو به سنت رسول صلی الله علیه و سلم در مزدلفه به همراه نماز عشا در وقت عشا میخونن. به همین خاطر تا غروب میشه هم حرکت میکنن، نماز مغرب هم نمیخونن، حرکت میکنن. این قواعد احکام خاص عرفات و حجاج هست. حرکت میشه جمعیت. اینجا الان برای مزدلفه رفتن هم حتی نیاز به امکانات هست دیگه. مزدلفه مکانش خیلی مختصرتر و کمتره و خیمه هم در مزدلفه نیست، چون فضا جمعیت اجازه نمیده که خیمه زده بشه اونجا. اگه خیمه زده بشه جمعیت جا نمیشه. هر کی زودتر هر جا رسید خودش رو پهن میکنه دیگه، همونجا یک نمازش رو میخونه، یک زیراندازی میندازه، بالشتکی داشته باشه خوب، نداشت کفش و دمپایی خودش رو به عنوان بالشت میذاره زیر سرش. و ما که بالشتک هوا داشتیم، از این بالشتکای کوچولی که بادش میگردیم، اینا زیاد بازار داره ماشاءالله اون روزا و هر چی مختصرتر باشه بار انسان در حج در این سفر بهتره دیگه.
یه زیرانداز ساده‌ای، اون بالشتکی از هوا، حالا فوت میکنن داخلش، پفش میکنن باد میشه، یا کفش و دمپایه‌اشو بعضی میذارن، بعضی هم همینجا دستشون رو دیگه میندازن زیر سرشون، لنگک زیر و لنگکی بالا، نغم دزد و نغم کالا، دیگه همینجوری عبادته. بله. در مزدلفه فضا فرق میکنه با عرفات و با منی. اینجا نه خیمه‌ای هست، نه به هر حال اون تدارکات و تدریبات هست. هر کس همینجوری میاد سرش میذاره، نماز میخونن، عبادت میکنن. اینجا یک نکته دیگه هم هست تو مزدلفه. غالبا تیرهایی که قراره در روزهای بعدی، اون سنگهایی که قراره به سر و کله شیطان لعنت الله علیه زده بشه، اینجا از چی گرفته میشه؟ از اینجا. مردم میبینید که گوشه کنار در مزدلفه مشغولن زمین هم آسفالت نیست، به جز همون مسیرهای اصلی، جاده‌های اصلی، بقیه‌اش همجوری خاکیه، سنگریزه‌هایی هست. هر کسی میبینید که سنگریزه رو داره جمع میکنه، دوست داره سنگریزه، چون دیگه تو منا دیگه شاید کمتر پیدا بشه سنگریزه‌هاشون رو جمع میکنن، تو جیباشون میذارن، دیگه این فشنگاشون آماده میکنن، خشابشون رو پر میکنن که فردا جنگ میدون شروع میشه با شیطان. شب رو ما در مزدلفه استراحت میکنیم و بعد از اینکه رسیدیم اونجا همونجوری جمعیت هر کجایی که گیر بیاد ایدی میبینید روی کوه رفتن، ایدی رفتن روی یک بخشی. و شب عید قربان رو ما در مزدلفه میمونیم تا صبحش، تا اذان صبحش. شب قبلش در منا بودیم، روزش در عرفات بودیم، الان شب عید رو ما در مزدلفه هستیم. در مزدلفه صبح بیدار میشن جمعیت، به هر حال اونایی که میتونن به هر حال وضو میگیرن و اونایی که شروق میشه وقت اجازه نمیده یا آب بعضی جا شاید تموم بشه تیممشون رو میکنن. خلاصه نماز صبح رو میخونیم. نماز صبح که خونده شد، ما دیگه الان جمعیت چند میلیونی، ما بحث ما الان از 1000 و 2000 و 10-20 هزار نفر نیست، بحث از چند میلیون نفره که همزمان از یک منطقه میرن به یک منطقه دیگه با فاصله 1-2 کیلومتر و یک مکان محدود و یک فضای محدود، یک قیامتی برپاست. ما از مزدلفه صبح نماز صبح که میخونیم دیگه الان اون منا هم هست، عرفات هم که خستگی بوده، یک تجدید قوایی کردیم، حرکت میکنیم مستقیم برمیگردیم منا. الان از مزدلفه دوباره رفتیم عرفات، اومدیم مزدلفه، دوباره برمیگردیم منا. الان منا نمیریم خیمه ها. بله. الان تو خیمه ها نمیریم. یا اگر بریم خیمه ها به خاطر نظمی که به هر حال برای کنترل جمعیت گذاشته شده، بعضی میرن تو خیمه ها منتظر میمونن تا نوبتشون برسه که قبل سر ساعتشون خارج بشن برای به هر حال کنترل جمعیت به سمت جمرات. همون ساختمون بزرگی هست که در اون به اسم ساختمون زدن شیطان حالا معروف است. که الان دیگه چند طبقه درست شده و الان چند طبقه شده، الحمدلله مشکلش کاملا برطرف شده و دیوارچه‌های درازی گذاشته شده. و قبلا ستونی بود، برداشتنش دیوار گذاشتن جاش. اون ستون قبلا خیلی مشکل بود واقعا. و نشونه‌گیری ها بعضی مثلا من نشونه‌گیریشون خیلی قوی بود. ستون رو نشونه می‌گرفتن که بزنن می‌خورد رو کله حاجی اون طرفی. و این مشکلات پیش اومده بود. الان شاید بعضی میگن چرا این ستون رو برداشتن دیوار گذاشتن. یکی از دلایل اینه که دیوار خوبیش اینه که این دیوار برها طولش زیاده و اگر کسانی مثل من نشونه‌گیری بلد نباشن هم حالا تو کله حاجی رو بروشون نمیزنن، میخوره به دیوار. و اونجا در جمرات ما صبح روز عید قربان رو حجاج نماز عید نمیخونن. در مراسم در مشاعر مقدسه نماز برگزار نمیشه. نماز عید در مسجد الحرام کسانی که برسن میخونن، نرسیدن حاجی دیگه نماز عیدشون رو بیشتر مشغول عبادت‌ها هستن. در صبح عید قربان از مزدلفه وقتی که خارج میشن حجاج بعد از نماز صبحشون که خوندن آفتاب طلوع کرد میرن به سمت جمرات. حالا بر اساس نوبتشون تا قبل از ظهر باید اینها جمره اول رو، یعنی اون قسمت اول شیطان بزرگ رو به اصطلاح اون رو میزنن. درست. یکیشونه، نه هر سه تاشون، یکیشون زده میشه روزی. بعد از اینکه این زده شد میرن سراغ قربانی که غالبا الان قربانی ها مرتب شده و خود بخش مسئول کاروان و اون کسی که مسئول هست به نمایندگی از بقیه حساب کتاباشو قبلا برهم کرده و خودش میره و اونجا نظمی که هست و تعدادش مشخص میکنه و اونا میگن آقا اینقدر تعداد گوسفند قربانی شد و بعد تماس میگیرن غالبا تلفنی، چون الان حاجی کمتر، اگه حاجی خودش دوست داشته باشه میتونه بره حضور پیدا بکنه و حتی از اون گوشت قربانی اگر چیزی هم بخواد دریافت بکنه میتونه دریافت بکنه. وگرنه اون گوشت‌های قربانی که قربانی میشه همینها بیشتر ذبح میشه، یخچال‌بندی میشه و بعد به فقرای مسلمین در کشورهای مختلف دنیا به اختیار خود و با اجازه خود حجاج فرستاده میشه. اگه حاجی دوست داشته باشه میتونه کل گوشتش رو هم تحویل بگیره، اما غالب حجاج مشغول عبادت‌ها هستن، بیخیال میشن از اون گوشتشون و وقفش میکنن، میبخشنش. جناب استاد اگر موافق باشید خستگی هم در بکنیم یک میانبانایی در اینجا با هم ببینیم
و اتفاق بینندگان دوباره برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب استاد ما را در حال هوای حج بردین تا رمی جمرات و قربانی که روز اول حج هست یا روز عید قربان است. و علاوه بر عید یه چیز دیگه هم داشته باشیم چون وقتم کم نزدیک به 20 دقیقه بیشتر وقت نیست. سفر به مدینه هم داریم. اگر خلاصه بکنین دو تایی را به هم. چشم، هر چیزی که شما امر بفرمایید. ما روز عید قربان برای حجاج بعد از اینکه از مزدلفه آمدن به جمرات و یکی از جمره ها رو جمره کبرا رو زدند و بعدش قربانیشون هم انجام شد. بعدش الان دیگه بعد از مرحله قربانی حاجی مثل عمره که بعد از صفا و مروه ما میتونستیم که سرمون رو بتراشیم و بعد از تراشیدن از احرام خارج بشیم، الان سرش رو میتراشه یا کوتاه میکنه. بهترین هست که بتراشه و بهترین است که سر رو بتراشه. و ما ماشاءالله میبینیم بعد از مثلا روز از ظهر عید قربان بعد وقتی مسجد حرام رو نگاه میکنیم میبینیم که هر کی حاجی اونجا است با لباسهای شخصی و با کله های ماشاءالله تراشیده و سرهای تراشیده. سر میتراشیم بعد میتونیم از احرام خارج بشیم الان و محظورات احرام دیگه کنار گذاشته میشه و بعد از این مستقیم میریم سراغ مسجد حرام. ما یک طواف داریم که باید اینو در روزی انجام بدیم به اسم طواف افاضه که از به هر حال نکات مهم حج هست که باید انجام بشه، در روز عید قربان انجام میشه. ما میریم طواف میکنیم و از شلوغ ترین روزهای حرم هست بعد از ظهر عید قربان. علل خصوص اگر عزیزان دقت بکنن روز عید قربان بعد از ظهرش تا مغربش تا شبش مسجد حرام با کامل ترین ظرفیت خودش ماشاءالله دیگه بیشترین جمعیت رو مشاهده میکنه و همه در حال طواف افاضه هستن. بعد از طواف برمیگردیم شب 11 رو ما به منی باید باشیم دوباره برمیگردیم منی و در منی استراحت میکنیم و در خیمه های منی و مشغول ذکر عبادت خاص خودمون میشیم بدون احرام. این دفعه بدون احرام. دیگه تقریبا حاجی دیگه دوباره وارد احرام نمیشه. الان دیگه اینجا احرام تمام شد. دیگه حاجی دیگه از این بعد احرام نمیپوشه. اما خب مراسم هنوز تمام نشده. ما روز عید قربان که تمام شد طواف که کردیم برگشتیم دیگه برمیگردیم به منی. شب رو در منی میمونیم تا صبح در منی هستیم. بعد از نماز صبح حاجی دیگه میتونه اختیار داره تا ظهر کار خاصی نداره میتونه بره حرم مسجد حرام بره عبادت بکنه برگرده. بعد از ظهر روز 11 یعنی روز دوم عید ما دوباره جمرات رو داریم. این دفعه هر سه تا رو میزنیم، اولی دومی سومی هر کدوم 7 سنگ و خود اون جریان زدن جمرات باز حکایتی است و دنیایی است که حالا شما فرمودید ما مدینه می‌خوایم بریم من دیگه خلاصش میکنم. باز روز 11 بعد از ظهرش که زدیم این رو با شبش باید اجباراً در منی باشیم. درست. شب رو در منی باید باشیم. بقیه ما فقط شب رو باید در منی باشیم. بقیه وقت رو میتونیم بریم حرم و عبادت بکنیم و آزاده حاجی که هرجا میخواد بره. شب رو دوباره در منی میمونه. شب 12 رو شب 11 رو موندیم، شب 12 رو هم میمونیم. روز 12 بعد از ظهرش دوباره هر سه تا جمره به اصطلاح هر سه تا مکان شیطان رو باز مورد هجوم قرار میدیم با 7 سنگ هر کدوم. بعد از اون یعنی روز 11 و 12 وقتی که بعد از روز 12 ظهر 12 حاجی رفت و جمرات رو زد، الان میتونه که دیگه تموم کنه اینجا حجش رو. اختیاریه الان که آیا الان همینجا حجش رو تموم میکنه و میره به طواف وداع در مسجد حرام و طواف آخریش رو انجام میده و میره، یا اینکه یعنی حاجی قبل از اینکه از مکه بره بیرون یا کلا آخرین کارش همون طواف وداست. آخرین کارش در طواف وداست که میره و به اصطلاح وداع میکنه انگار که با کعبه. قبل از اون در مراسم حج روز 12 الان حاجی اختیار داره که آیا امروز بره طواف وداعش انجام بده و تمام کنه مراسمش رو یا به تأخیر بندازه فرداش. نص آیه قرآنی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه. 12 اگر حاجی تا مغربش از منی خارج شد و رفت میتونه که بره به طواف وداع بکنه خارج بشه. اما اگر تا مغرب خارج نشد بعد از مغرب هنوز در منی مون دیگه باید بمونه اجباراً. شبش رو باید باز بمونه. شب 13 رو هم باید در منی بمونه. بعد از ظهر روز 13 جمرات رو که میزنه دیگه کلا حج تموم میشه. دیگه حاجی اجباراً دیگه الان تموم شده مراسم و باید بره طواف وداع. بعد از اینکه طواف وداع انجام داد دیگه حاجی الان کلا مراسم حجش به پایان میرسه. یعنی روز 13 بعد از ظهرش دیگه غروب روز 13 میتونیم بگیم که کلا مراسم حج به پایان میرسه و فقط کسانی که در مکه موندن طواف وداعشون انجام میدن و بعد از اون دیگه حالا یا در مکه چند روزه میمونن و یا اینکه تمام میشن. حج تمام میشه. اینجا الان حج دیگه الان اینجا تمام شده و مراسم حج به پایان میرسه. اما
میمونه موضوع سفر به مدینه منوره. خب برای مدینه آیا آداب خاصی وجود داره؟ باید احرام بسته بشه یا نه؟ مدینه منوره جز حج نیست. بله. اصلا خود سفر به مدینه منوره، یعنی حاجی اگر حتی مدینه منوره هم نره حجش تموم شده و کامل شده. بحث مدینه منوره یک بحث کاملا جداست که هیچ ارتباطی به موضوع حج نداره. بحث مدینه منوره فقط به خاطر اون استفاده از قدسیت مسجد النبی و فضیلاتی که مسجد النبی داره و به خاطر اینکه شهر مدینه رو چه میخواد بره ببینه، دوست داره شهر مدینه رو ببینه، میره و به سفر حرم مدنی شریف میره. در مدینه منوره مثل مسجد الحرام نیست که حتما طرف بعد احرام بپوشه و نه، همونجور لباس عادی طرف حرکت میکنه و ماشینی سوار میشه، قطاری سوار میشه، هواپیمایی سوار بشه، هر وسیله‌ای که سوار بشه حرکت میکنه به سمت مدینه منوره. 450 کیلومتر حدوداً فاصله بین مکه و مدینه است. مدینه منوره در شمال مکه مکرمه است و به سمت شمال حرکت میکنه. حجاج میرن به مدینه منوره. مدینه منوره رو که نزدیک میشن، حال و هوای مدینه خود به خود دیگه مدینه است دیگه. مدینه برای خیلی از عزیزان، برای همه امت اسلامی، مدینه یادآور رسول صلی الله علیه و سلم، شهری که مزین به مدینه النبی علیه الصلاه و السلام، مزین به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم. مدینه اون شهری که بعد از مکه مکرمه بدون شک به هر حال از قداست خودش برخوردار این شهر به خاطر حرم نبوی شریف و به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در خود داره، به خاطر اینکه اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم رو اکثرشون در خود داره، به خاطر اینکه 10,000 صحابه رسول صلی الله علیه و سلم در خود داره، سند و هویت تاریخ اسلام، اولین پایتخت امت اسلامی. مدینه است. مدینه برای کسانی که به حرمین میان، اگر کسی بیاد، درسته که حج بیاد و مکه باشه و مدینه نیاد حجش کامله، اما در وجودش باز یک تمنایی برای مدینه هنوز باقی است. نمیشه که آدم بیاد مکه و مدینه نره، نمیشه آدم مسجد الحرام رو زیارت کنه و مسجد النبی رو زیارت نکنه. بحث فقهیش به جای خود محفوظه، اما دل انسان طاقت نمیاره که بیاد مکه ولی مدینه نره و بدون اینکه مدینه بره حرکت بکنه. مجبور بشه، کسی مجبور بحثش شده است. وقتی که حاجی وارد مدینه میشه، باز همون تابلویی که در کنار ابتدای مدینه مکه دید که ممنوع دخول غیر المسلمین، اینجا هم میبینه. اینجا فقط مسلمین اجازه داخل شدن دارن. در مدینه فرودگاه وجود داره مستقیم میشه. در مدینه مستقیم فرودگاه هست و عزیزانی که قبل از حج میان هم بعضی زودتر میان. مدینه قبل داریم، مدینه بعد. بله، بعضی به خاطر اینکه مثلا یک ماه زودتر میان از حج، اول میرن مدینه، بعد از مدینه میان. الحمدلله در مدینه منوره خب مستقیم وارد فرودگاه مدینه منوره میشن و وقتی که انسان وارد مدینه منوره میشه، حالا چه از راه هوایی، از راه هوایی، چه از راه زمینی از سمت مکه مکرمه، هر راه دیگری، وقتی که به شهر وارد میشه دل انسان میتپه. مدینه بافت جغرافیایی مدینه، شهر مدینه منوره مثل مکه کوهی نیست، کوهستان نیست. اینجا بیشتر یک دشت، یکی دو تا کوه دور برش داره، نخلستان‌های زیادی داره، منطقه‌ای است که آرامه و شهر مدینه حتی از لحاظ شکل و شمال شهر و جمعیت شهر نسبت مکه مکرمه خیلی کمتره. مکه مکرمه شهری است که جمعیتش زیاده، ماشاءالله ساختمان‌های بسیار بزرگی داره، اما در مدینه اجازه ندادن که ساختمان‌هایی که حتی هتل‌هایی که اطراف حرم ساخته میشه از مناره‌های مسجد نبوی شریف بزرگتر باشه و غالبا 18-20 طبق بیشتر نیست هیچ هتلی. و از هر گوشه شهر مدینه منارهای حرم نبوی معلومه. کسی که وارد مدینه منوره میشه، چه شب چه روز، از دور میتونه که حرم نبوی رو، منارهاش رو مشاهده بکنه. وقتی انسان وارد شهر مدینه میشه حس و حال خاصی داره. غالبا در ورودی شهر مدینه اهل با ذوق مدینه منوره، انصار رسول صلی الله علیه و سلم، چه در فرودگاه چه در ابتدای ورودی شهر، میان در داخل اتوبوس‌ها حتی با شاخه‌های گل، با یک آب میوه‌ای، با یک چند تا خرمای مدینه از زائرین مسجد رسول صلی الله علیه و سلم استقبال میکنن و از همونجا این احساس شروع میشه که الان وارد مدینه که میشه، وقتی که تابلوها رو نگاه میکنن نوشته مسجد نبوی یا حرم نبوی شریف، تابلو خود به خود دل انسان پرپر میزنه. وقتی که انسان اولین بار چشمش به مناره‌های مسجد رسول صلی الله علیه و سلم میفته، روح انسان پرواز میکنه، میره بالا، دل انسان اصلا خود به خود به تپش میفته، چشم انسان اشک جاری میشه وقتی که نزدیک میشه به حرم نبوی شریف. وقتی که به محدوده حرم میرسه، الان دیگه حجاج احرام ندارن دیگه، الان اینجا زائرین احرام نپوشیدن، غالبا هم هتل ها چسبیده به حرمه، یعنی مستقیم دور بر مسجد نبوی و هتل های حجاج در زائرین در مدینه منوره فاصله با حرم نداره، یعنی پای پیاده همشون بلا استثنا با پای پیاده میتونن خودشون رو به حرم نبوی شریف به راحتی برسونن.
حجاج وقتی که در هتل‌هاشون وسایلشون رو بگذارن بدون شک همینطور با چشمانی گریان و با قلبی تپان و قلبی پریشان و با قدم‌های لنگان، واقعا انسان در مسجد نبی هم که برای اولین بار در خصوص وارد میشه یک حس و حال خاصی داره. یک وضعیت، اینجا هم به هر حال یک مکان مقدس است، اینجا همون مکانی است که الله متعال برای رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب کرده که آرامگاهشون باشه. وقتی وارد مسجد نبی میشه انسان، وقتی که وارد حرم میشه، وارد مسجد میشه، اون فضای زیبا، اون شکل و شمایل زیبای این حرم که به هر حال جمالش رو از صاحبش داره رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که انسان میره کنار روضه شریفه و میخواد عرض سلام بکنه خدمت رسول صلی الله علیه و سلم و انسان نمیدونه که چطور سلام بکنه به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و دو یار بزرگوارش ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما که کنار اونها دو وزیر رسول صلی الله علیه و سلم که هر سه بزرگوار در خانه مادرمان عایشه رضی الله عنها دفن هستند. در روضه شریفه وقتی که انسان میخواد بره نماز بخونه، اونجایی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود بین منبر من و روضه من باغی از باغ‌های بهشت است که به اسم ریاض الجنه معروفه و فرش‌های سبز رنگی داره. ما در مسجد نبی فرش‌های کل حرم قرمز رنگ هست، بیشتر این قسمت فرش‌های سبز رنگ است، ریاض الجنه و شناخته میشه با این شکلش. و در مسجد نبوی شریف اون خود فضا، زیبایی فضا، عظمت مکان، تاریخی که در مدینه هست و وجب این شهر برای خودش تاریخ داره. پشت هر ستونی یک تاریخی نهفته است در مسجد نبوی شریف، ستون‌های خاصی که در اون مسجدی که قسمت قدیمی که همون زمان مسجد خود رسول صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که انسان میره در محراب رسول صلی الله علیه و سلم که پشت سر محراب امام فعلی هست و جایی که رسول صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق و عمر فاروق اونجا امامت دادن و نماز خوندن و اونجا میخواد نماز بخونه، وقتی که میبینه که الان در چند متری من رسول الله صلی الله علیه و سلم پیکر نازنینشون اینجاست، عمر فاروق اینجاست، اینجا ابوبکر صدیق اینجاست، میره وقتی اون طرفتر در بقیع، وقتی انسان اونجا ام المؤمنین عایشه رو میبینه که اینجاست، بانو فاطمه زهرا رو میبینه که اینجاست و سیدت النساء اهل جنه رو اونجا میبینه و دختران رسول صلی الله علیه و سلم رو میبینه، همسران رسول صلی الله علیه و سلم به جز 2 نفر همه رو اونجا میبینه، سیدنا عثمان رو اونجا میبینه، 10,000 صحابه رسول صلی الله علیه و سلم رو در بقیع میبینه، امام حسن رو در بقیع میبینه و این عزیزان، این بزرگواران اونجا میبینه که در چند متری اونها قرار گرفته. وقتی انسان میره واقعا سر قبر این بزرگواران و تصور میکنه که اون عزیز، اون بزرگوار اینجاست، پیکر بزرگوار و نازنینش، انسان یک حس و حال عجیبی به انسان دست میده در بقیع. و تنها بقیع هم نیست، ما قبا رو داریم در مدینه منوره که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که وضو بگیره بره به قبا نماز بخونه ثواب یک عمره میبره. اولین مسجد اسلامه، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم. الله متعال قرآن درباره این مسجد سخن گفته، مسجد قبا اولین مسجد اسلام که پایه‌هاش از ابتدا بر مبنای تقوا گذاشته شده. ما در مدینه منوره احد جان رو داریم ما و جبل یحبنا و نحبه، کوهی که ما رو دوست داره حضرت علیه السلام فرمود و ما دوستش داریم. و زیارت شهدای احد رو داریم که سنت رسول صلی الله علیه و سلم است برای اهل مدینه. کسی که وارد مدینه میشه همون جوری که به زیارت بقیع میره به زیارت شهدای احد که سیدنا حمزه اونجاست، مصعب ابن عمیر اون زیباروی مکه اونجاست، عبدالله ابن جحش اونجاست و 70 نفر از صحابه خود را فدای اسلام، فدای رساندن کسانی که تاریخ اسلام مدیون این عزیزانه، کسانی که در احد حماسه ساختن، کسانی که برای حفظ پیامبر اکرم علیه السلام جان شیرین خودشون رو تقدیم کردن و فدا کردن. ما حنظله قصیر الملائکه رو داریم و شهدای احد که تفصیل درباره اون اینجا هم باز عزیزانی که دوست دارن باز تفصیلش رو در برنامه همگام با نبی رحمت برن عزیزان ببینن که ما الان 5 دقیقه بیشتر وقت نیست دیگه ما تفصیلش رو حتما با همگام نبی رحمت رو برنامه همگام با نبی رحمت رو پیشنهاد میکنیم برای همه عزیزانی که در بیننده ما هستن و با این برنامه آشنا هستن، عزیزانی که آشنا هستن، عزیزانی که ندیدن برنامه همگام با نبی رحمت رو حتما ببینید. ما جناب دکتر محمد عمری عزیز و جمع دیگر از دوستان از ابتدای وفات تولد رسول صلی الله علیه و سلم تا خندق رو فعلا رفتیم و احد هم در این داخل هست. و اگر بخوایم خلاصه بکنیم ما در مدینه حجاج و زائرین که در مدینه میرن، در مدینه وقتی که در مسجد نبوی آدم وارد میشه و مسجد نبوی شلوغ ترین زمان خودش رو در روزهای عید داره، نمازهای عید و ایام رمضان و بیشتر از ایام رمضان حتی در ایام بعد از حج که حجاج میریزن دیگه برای مسجد نبوی شریف
و تنوع رنگ ها، قوم ها و شکل و شمایل ها انسان وقتی که در حرم نبوی میبینه. حرم نبوی باز یک تفاوت های شکل حرم با نظم حرم داره با حرم مکی شریف که اینجا مرد و زن جدا هستن. در صحن که به هر حال فهم میکنه در صحن آزاد هستن همه، به هر حال اختلاط هست، اما در داخل مسجد بخش خانم ها جدا هست، دو بخش مختلف در قسمت آخر دارن. برای خانم ها وقت‌های خاصی تدارک دیده شده، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عشا، برای زیارت به روضه شریفه و سلام به رسول صلی الله علیه و سلم. علاوه بر اینکه بقیع هم قبرستان بقیع هم بعد از نماز صبح متصل تا ساعت 8 تا 9 صبح و بعد از نماز عصر به مدت 1 ساعت 1.5 ساعت همیشه بازه برای آقایون که زیارت بکنن بقیع رو. ما در مدینه وجب به وجب مدینه تاریخه، وجب به وجب مدینه برای ما خاطره است. ما در مدینه خندق داریم، ما در مدینه مسجد قبلتین داریم، ما در مدینه مسجد جمعه رو داریم، ما در مدینه آثار رسول صلی الله علیه و سلم رو داریم، ما در مدینه سیرت 13 سال زندگی 10 سال زندگی رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره رو داریم، ما در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داریم، همسرانشون رو داریم، دخترانشون رو داریم، ابوبکر و عمر و عثمان رو داریم، ما در مدینه منوره از 10,000 صحابی رسول صلی الله علیه و سلم داریم. و جز مدینه اگه ما بخوایم درباره مدینه به تفصیل صحبت بکنیم ساعت‌ها بلکه روزها و ماه‌ها نیاز به وقت داریم که صحبت بکنیم. زائرین مسجد النبی، زائرین بیت الله الحرام بعد که به حرم نبوی شریف مشرف میشن غالبا یک هفته حداقل 8 روز 10 روزی رو میمونن و عبادت خاصی ما در حرم نبوی شریف نداریم. بله. و اینکه ثواب نماز در حرم، ثواب نماز در اونجا طبیعتاً به غیر از مسجد الحرام از جاهای دیگه دنیا ثواب نماز بیشتره، حتی قبا و حتی قبا ما در قبا فقط اون بحث یک فضیلت چیز عمره رو داریم، اما در مسجد النبی رسول صلی الله علیه و سلم بعد از مسجد الحرام، بعد از مسجد الحرام یقینا مسجد نبی فضیلت خودش رو داره و قدسیت خودش رو داره. خرید سوغاتی هم داریم دیگه. خرید سوغاتی رو برای حال سوغاتی بازارش گرمه در حج. خیلی از حجاج ما اینجا که میان در حرم مکی و حرم نبوی شریف، ما در حجاج وقتی میان خرید میکنن تسبیحای چینی که شاید تو منطقه خودشون هم گیرگاه اینجا ارزونتر شده، کیفیتش هم بالاتر بود. ولی خب یک بخشی از حجاج ما چون دوست دارن از مدینه بخرن، نه اینجا حالا نه تبرکی نیست که حالا بخوام بگیم که این تسبیح مال چینه که تو بازارهای خودمون هم پیدا میشه، شاید نمیشه گفت حتی از خاک مدینه هم ساخته شده. نه اصلا. حالا بله خرما رو مثلا زمزم رو ما داریم، در زمزم رو در مسجد الحرام داریم که مبارکه و یک آب مبارکه و حدیث داریم. ما خرمای عجوه رو بهترین یادگار مدینه است و سوغاتی که رسول صلی الله علیه و سلم دربارش تعریف کردن و فرمودن کسی 7 تا خرمای عجوه رو صبحانه بخوره ناشتا از سحر و جادو و این امراض این بیماری ها امثالشون محفوظ میمونه. اما بهترین سوغات مسجد الحرام آب زمزم هست و بهترین سوغات مسجد النبی خرمای عجوه است و خرمای مدینه منوره. و بهتر از همه این سوغات ها دعای خیری است که حجاج در حرمین شریفین برای دوستانشون آشنایانشون میکنن. مختصری بود از آنچه که ما همگام با گام به گام با حجاج میتونیم تجربه بکنیم. درست. تشکر میکنیم از شما. با این وصفای زیبایی که شما کردین ما رو هم مشتاق رفتن به این سرزمین وحی، به مسجد الحرام، مکه و مسجد نبی و مدینه منوره کردین که انشالله خدا نصیبمون بکنه که هر چه زودتر بریم و بینندگان عزیز را نیز انشالله خداوند توفیق بده با این توصیفی که جناب استاد کردن بتونند به این سرزمین بیان، مشکلات حل بشه، موانع که ایجاد میشه، چون که حج هم یک عبادتی است که حتی خداوند هم وقتی که فرض کرده گفته کسی میتونه حج بره که امکانش رو داره، راهش براش فراهم هست. یعنی موانع وجود میشه، انشالله موانع حل بشه تا اینکه مسلمان ها بتونن به راحتی این حجشون رو انجام بده و سیاست ها و دشمنی ها، کینه ها و تصفیه حساب ها باعث نشه که مسلمان های، انسان های، ملیت های از این نعمت و از این عبادت خدایی الهی محروم بشن. خداوند انشالله ما توفیق بده که این عبادت را انجام بدیم به نحو احسن و مورد قبولش واقع بشه. از جناب استاد تشکر میکنم تا اینجا با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر شما بینندگان عزیز را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.